تا حالا شده یه کار خیلی مهم داشته باشی اما به جاش بری توی اینستاگرام و یوتیوب بچرخی، یه دفعه به خودت میای میبینی کل روز رفته و کارتو انجام ندادی. بعدش هم استرس میگیری یا اون کارو کلا انجام نمیدی یا یه کاریو با عجله انجام میدی و تحویل میدی، تهش هم از خودت راضی نیستی. آشنا بود برات نه؟ خب اگر این حس رو تجربه کردی باید بهت بگم که تنها نیستی. منم بارها این بلا سرم اومده که داشتم یه کار خیلی مهم انجام میدادم و یه دفعه به خودم اومدم دیدم توی گوگل دارم یه چیز مسخره سرچ میکنم که مثلا چرا پنگوئنا زانو ندارن یا هر چیز دیگه ای. توی این ویدیو میخوایم درباره این صحبت کنیم که اصلا چرا مغز ما این شکلیه و چطور میتونیم از اون خلاص شیم. پس این ویدیو رو حتما تا آخر ببین. خب میرسیم به سوال اصلی. اصلا ما چرا اهمال کاری میکنیم؟ ببین، مغز ما خیلی تنبله و همیشه سعی میکنه کارو رو با کمترین انرژی انجام بده و همیشه از کارهای سخت فرار میکنه. به زبون ساده بخوام برات توضیح بدم، زمانی که مغزت میبینی یه کار سختی رو میخوای انجام بدی، بهت میگه بیا فعلا بریم توی گوشی اونو بعداً انجام میدیم. چون کلا دوست داره کارهای آسون رو انجام بده، کارهایی که بهش دوپامین میده رو انجام بده و از اون کار سخته که ازش انرژی میگیره همیشه فرار میکنه. اما مشکل اصلی اینجاست، اون بعداً هیچ وقت نمیاد. حالا اصلا چرا این اتفاق میفته؟ زمانی که تو یه کاری رو به تأخیر میندازی، مغزت حس آرامش میگیره، اون استرس اون کاره رو از بین میبره و انگار یه جورایی به خودش داره جایزه میده. و دقیقاً همینجاست که این رفتار تبدیل به یکی از عادتهای سمی ما میشه. خب حالا تهش چی میشه؟ کل کارات تلمبار شده، استرست میره بالا، عزت نفست میاد پایین و با خودت میگی که ای کاش زودتر شروع کرده بودم. حالا میرسیم به این سال. تا اینجا متوجه شدیم اهمال کاری چیه؟ چطور میتونیم اونو از بین ببریم؟ توی این ویدیو تجربیات شخصی من و راه حلایی که توسط آقای جردن پیترسون، نویسنده و روانشناسی که توی این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده رو در ادامه براتون توضیح میدم. خب میرسیم به راه حلا. راه حل اول، قانون 2 دقیقه. به خودت بگو که این کارو فقط برای 2 دقیقه انجام میدم. چرا؟ چون خودت میدونی که سخت‌ترین کار شروع اون کاره و زمانی که تو برای 2 دقیقه اون انجام میدی، احتمال این که به اون کار ادامه بدی و تمومش کنی خیلی بالاتر میره. راه حل دوم، قانون پرومودوروه. میتونی برای خودت یه تایمر تنظیم کنی که 25 دقیقه یه کاری رو انجام بدی و 5 دقیقه استراحت کنی یا یه فعالیتی که دوست داری رو انجام بدی. اینجوری مغزت حس نمیکنه که توی یه تله افتاده و توی یه زندان افتاده که داره یه کار سختی رو انجام میده که انرژی زیادی داره ازش گرفته میشه و هیچ پاداشی در مقابل اون قرار نیست دریافت کنه. راه حل سومی که میتونی انجام بدی اینه که خودتو گول بزنی. چطور خودتو گول بزنی؟ یه کار خیلی کوچیکی از اون کاری رو که میخوای انجام بدی رو برای خودت تعیین کن. مثلا بگو که من یه مقاله رو که میخوام بنویسم فقط عنوانش رو مینویسم و میذارمش کنار. این کاریه که باید انجام بدی و توی این موقع به احتمال خیلی زیاد وقتی که تو اون عنوان رو داری مینویسی، مغزت بهت دستور میده که ادامه کار رو هم انجام بده. راه حل چهارمی که میتونی انجام بدی اینه که برای خودت جایزه تعیین کن. مثلا برای خود من این بود که سریال مورد علاقه‌مو ببینم و اگر یه کاری رو انجام میدادم، به عنوان پاداش برای مغزم یه جایزه تعیین میکردم که اگر این کار رو انجام دادم میتونم مثلا یه قسمت از اون سریالی که دوست دارم رو ببینم و این باعث میشه که کارهایی که میخوای انجام بدی برات خیلی راحت تر بشه و به خاطر اون دوپامینی که آخر اون کار و با اون پاداشی که به مغزت داری میدی به مغزت رسیده میشه، مغزت سعی میکنه که اون کار رو به نحو احسن انجام بده که اون دوپامینه رو دریافت کنه. و روش پنجم، قانون 3 تا 10. یعنی چی؟ میتونی از خودت سوال کنی که اگر من این کار رو انجام ندم 10 دقیقه بعد چه حسی دارم؟ 10 ساعت بعد چطور؟ یا حتی 10 روز بعد چی؟ این باعث میشه که مغز تو اهمیت انجام اون کار و دردی که از انجام ندادن اون کار میخواد نصیبش بشه رو درک کنه و احتمال اینکه تو اون کار رو همون لحظه انجام بدی خیلی بالاتر میره. ببین، اهمال کاری یه عادت خیلی سمیه که واقعا میتونه زندگی تو به فاک بده. اینو جدی دارم میگم. اما اگه از این تکنیک ها استفاده کنی، میتونی مغزتو یه جورایی هک کنی و از این چرخه مسخره اهمال کاری خلاص شی. پس همین الان تا دیر نشده یه دونه از کارهایی رو که عقب انداختی رو انتخاب کن و فقط به خودت قول بده که 2 دقیقه روش کار کنی. بهت قول میدم که بیشتر از 2 دقیقه روی اون کار زمان میذاری و حتی شاید اون کار رو تموم بکنی.
مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر ویدیو برات مفید بود لایک کن و اگر دوست داری درباره موضوعی توی چنل من ویدیو ساخته بشه توی کامنت ها حتما بهم بگو.